در یک روز بارانی فصل بهار عرض هستی کرد در گلستان وجود، میان 4 دیوار بلند شاید همین کلبه. والدین شکر گفتند، نان شکستند و نامش نهادند منیره. و اما امروز منیره فقط متعلق همین خانه و همین خانواده نیست دیگر، نماینده علم، فرهنگ و صنعت و موسیقی ملت هست در عرصه جهانی. و ما تصمیم داریم که این مراتب از منیره شروع کرده از این خانواده بگوییم و از خاطره های نهفته در فضای این خانه. منیره شهیدی، عالم معروف تاجیک، شرق شناس، صنعت شناس، ترجمان. موسیقی را صدای ناگفته های ذهن بشر گفتند. بله. و شما یک نفر انسانی سعادتمند هستید که در آغوش همین صدای ناگفته های ذهن بشر به کمال رسیده و حتی امروز اگر صحبت برگزار می‌گردد باز هم در فضای موسیقی. اینجا چقدر خاطره ها هست، بله. اینجا چقدر آرزوها هست، اینجا چقدر تمنیات ها هست که تا هنوزم سبز، مست تپیش، سیراب، تازه جوان. اینجا حتما حضور پدر هست. و اما ما میخواستیم اول شما از مادر یاد کنید، چگونه مادر بودند و چگونه این همه آزادگی را، این همه سازندگی را درک میکردند، حفظ میکردند، محبت داشتند. مادری من یک زنی بسیار هم به تمکین و خوشمعامله بودن. همین خانه رو باید گفت که بیشتر مادر ساختن. پدرم اون وقتا در مسکو بودن، تحصیل میکردن در کنسرواتوری مسکو و سالهای نیمه دوم 50 و اولهای 60 پورا به گردن مادر افتاد. گفتگو با ساختمانچی ها، لایحه سازی، نگاه و بین 5 فرزند رفته، مثلا معاش پدر را گرفته، خرجات کرده، روزگار رو تأمین کردن، اینا همش در گردن مادر عزیز من بود. و این همه را مادر آشخانه سامان میدادند؟ بله، همیشه و با تبسم، با کیفیت تام میگفتن که پدرت خونده ایستادین، آخر تعلیم نو میبیارن به تاجیکستان، موسیقی نو رو آغاز میکنیم، شما هم باید نقص خوانیدان، خوب خوانیدان. گپشون نهایت به حکمت، ملایم و کشاده بود. هدف رس البته. و کوشش میکردن که فهمونن که موسیقی ما این چیست و تا چی اندازه پدرم جوابگوی این طلبات هستند. یک شخصی بسیار مهربان و با تصمیم نه فقط ما را تربیت کردن، بلکه برای تشکل یافتن پدرم همچون کمپوزیتوری تاجیکستان نهایت کمک رساندن. پس به حق است که میگویند که هر جا که مرد بزرگ است حتما پهلوی او یک زنی شرفمندی هست. بله. که برای شخصیت شدن، برای کامل شدن تاثیر دارد. بله. لباس خودشون میدوختن و نه فقط برای من. وقتی که من در اکادمی علم ها کار میکردم، با کیفیت تام برای همکاران من کرته میدوختم. در یکی از مجلس های اکادمی، محیب خان یعقوب و اکادمیک گفتن که من اون لباسی رو در تن دارم که مادر منیره خان دوختگی. سری شما به آسمان ها رسید. بله بله. مرسی حضرت باشند مادر نازنین، مادری فرشته که دیگر رفتند به سوی بسوی و پیوستند با ملکوت و همزمان که مرسی حضرت باشند پدری که
رفتن و اما نامشان، کار ماندهشان از زنده ها هم زنده تر. شما در رفتار خود، در گفتار خود بیشتر کی را به یاد میارید برای نزدیکان؟ مادر را و یا پدر را؟ از کی بیشتر گرفته باشید؟ هر دو را. هم بوی مادر میکند، هم یاد پدر. با رفتار و گفتار و کردار منیره شهیدی و اما گرد نام پدر هیچگاه نگشته، بلکه با کوشش و طلب و پرخاش خویش ریشه خود را برآورده همچو سر و امروز چون شخصیت برجسته فرهنگی و علمی ملت با فعالیت علمی، فرهنگی و اجتماعی خویش در رشد روابط بین فرهنگی و رشد حفظ میراث فرهنگی ملی سهم ارزنده دارد. دیگر خود شما گلدختر مادر، نازدانه پدر، مادر هستید، بیبی هستید، یک چهره بسیار سرشناس هستید، رسالت خود را دارید، باری علم به دوش دارید، باری معرفت به دوش دارید، جهان گشته شدید، عالم و آدم دیدید، با رسالتی که به دوش گرفتید. همین مرحله هایی که شیب ها داشت، فرازها داشت، همین مرحله ها آسان پشت سر شد. نام پدر، حضور پدر برای عبور کردن همین شیب ها، فرازها تأثیر داشت و یا خود را به مکتب خود یاد داده گفته؟ نام پدر، میراث معنوی پدر و ایجادیاتشون برای ما یک تحکرسی نهایت بجا بود. من مثلا خود را تصور کرده نمیتونم بدون موسیقی پدر، چون به این دنیا آمدم با همین موسیقی. الله من را پدر آفریدند و مادر خواندند. آرزوی هوس بیش از همه تدقیق تطبیقی شرق و غرب بود. اون چیزی که من هنوز سال 72 در انستیتوت شرق شناسی اکادمی علم ها حمایت کرده بودم و راهبری من عبدالغنی میرزویف و اندری گنچ بیرتلس بودند. اونها طلب میکردن که من بینم که مثلا در جهان تا چی اندازه ما شناخته شدیم، مکتب های انستیتوت ها و پژوهشگاه های غربی تا چی اندازه ما را درک کردن، فهمیدن، اینها طلب میکردن و بنابر همین رساله نامزدی من نامش افکار ادبی تاجیکی فارسی در شرق شناسی بریتانیا بود. من حمایت کردم با کیفیت تام. رئیس کمیته حمایت اون وقت ناصر جان معصومی بودن و بسیار گپای خوب گفتن که بینید یک دخترچه خسته شرق شناسی انگلیس را تنقید میکند، ما حتی زبان انگلیسی را نمیدانیم. این دخترچه همین کار را کرد، به ما فهماند که هنوز ما را در جهان نشناختن، ما باید خودمان را شناسانیم. بله. همین وظیفه پیش من گویا گذاشته شد از طرف دانشمندان بسیار هم شناختنی سیستم دانش ملی. بعد از اون که روزهای مشکل به سر ملت ما آمد، فکر کردم که بسیار بازیافت‌های ما از جمله میراث ایجادی پدر از بین رفته ایستاده است و همانا فکر کردم که آثارخانه باید ساخت و حفظ کرد اون میراث را. سرود ستاره من، خانه ما، قشلاق شما، وطن وطن، بدون این سرودها ای نوری نوری، ای نوری 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 من همگی 225 اثر آفریدن. این فقط اثرهایی به نوتا گرفته شده. چقدر اثرهایی بودن که بدون گرفتن به نوتا و یا حتی اجرا شدن هنوز موجودن در بایگانی ما. من فکرم نداشتم که
سربایگان آثارخانه می شوم. ولی از بس که زمانه طلب می کرد گفتم که این چیزا باید حفظ شوند و به جامعه مراجعت کردم و تصور کنید که پسر شاهنظر صاحبوف، پسر اکاشریف جورایف، دختر شاهنظر صاحبوف، فاضل سالیوف، اینا همه جمع شده آوردن همین اسباب ها را. وگرنه من این گونه وظیفه را هم نزد خود نماندم که مثلا اسباب های موسیقی را جمع کنیم. اصلا برای من مهمش آن بود که همون ایجادکارها، نام اون ایجادکارها، میراث اونها ابداً زنده ماند. زحمت آنها این چیزها را که پیش خود گذاشتم دیگر رسالت معین شد. دیگر متاسفانه دیگر راه را گرفتم. تصادف بود، تقدیر بود، طلب زمان یا خود نیاز روحی منیره که رفت به کوی دیگر. مؤسس آثارخانه جمهوریوی مدنیت موسیقی به نام زیادالله شهیدی و بنیاد بین المللی زیادالله شهیدی گردید تا میراث ایجادی نسل گذشته حفظ باشد و روابط فرهنگی کشورهای شرق و غرب رشد بنماید. با این مقصد نشر مجله علمی فانوس نیز تحریزی گردید و دیگر منبر ابراز اندیشه و نظر علمی منیره شهیدی صفحه های مجله و فضای خوب آثارخانه بود. چند ده سال سال 93 دعوت شدم به شویتسیا. باری اول هندوستان بود، بعد پاکستان شد، بعد پراگ شد. این سفر نوبتی بود. کنفرانس بین المللی نهایت جلب کننده بود، چون خودی نام کنفرانس تأثیر شعر تصوف به جامعه جهانی بود. مثل که موضوعی که شما در ایام جوانی بله نیتی پژوهش داشته. نیتی پژوهش داشتم و از طرف جامعه جهانی دستگیری شده ایستاده است. من در حیرت بودم و با کیفیت تام قبول کردم، چون هم خرج راه هم خرج زندگی در اونجا پوشیده بود. و در شویتسیا کنفرانس بین المللی بسیار هم با نفوذ تشکیل شد. نماینده های سازمان های مختلف، دانشگاه های گوناگون اشتراک داشتند. اعتراف شدن، قابل قبول گشتن کاری آسان است و هنری هر کس هم نیست. و اما طالع مدد کرد به منیره شهیدی و بخت آمد که عضو مرکز تحقیقات انسانشناسی فرانسه و انستیتوت شویتسیا پذیرفته شد و به کشورهای امریکا، بریتانیای کبیر، فرانسه و دیگر ممالک غرب سفر کرده بود و دانشجویان معروضه خوانده و ایشان را با دستاوردهای عالمان و هنرمندان تاجیک آشنا نموده خیلی زیبا و هوشمندانه. موضوع من شعر تصوف در افکار ادبی فارس تاجیک و تأثیر آن در مبارزه های حیاتی ذهنی. البته پیش از همه من تجربه استاد عینی و پدرم شهیدی را گرفتم. جامعه جهانی باید داند که استاد عینی مثلا اولین کارهاشون را به زنده کردن میراث غنی فارس تاجیک و میراث ابن سینا شروع کردن. و این به حکمت نبود؟ البته حکمت ابن سینا بود که برای پیوستن زمان و مکان، برای پیوستن ارزش‌های مادی و معنوی روانه شده بود. بله. نه فقط همچون طبیب حاذق، بلکه همچون متفکر، همچون شاعر. ولی اینها را بدتر کشف کردن. بدتر کشف شد که ابن سینای بزرگ شاعر بود است، ابن سینای بزرگ متفکر بود است،
و بنابر همین نظریه درستی افکار کلاسیکی فارس و تاجیک پیش گرفته شد. خیام برآمد، حافظ برآمد، مولانا رومی، رودکی. این چیزها رو برداشتن خودش یک وظیفه بزرگی اهل ادب، اهل زیای تاجیکستان بود. و او با افتخار از تاجیک می گفت، از سرنوشت ملت با وقار قصه می کرد که مرحله های زیاد تاریخی را پشت سر کرده و اما طوفان حوادث نتوانسته که از عرف و عادت، از فرهنگ و معرفت و علم و ادب این ملت سریموی کم کرده باشد. و منیره شهیدی با هویت و خودشناسی و افتخار ملی از منبرها ثنا و صلای تاجیک کتابدار و تمدن آفر میکرد با دلایل تاریخی و مشخص. استاد عینی شهیدی را دیده میمانند در یکی از مجلس های شورایی بلند و میگویند گوش کنید، ما فطرت و بیدل را زنده کرده ایستادیم از نو. از روی داستان فطرت، کامده و مدن اپرا نویستن در کار. چی می شود که شما همین کار را کنید؟ من به دهاتی میگویم، دهاتی لیبرتا می نویسند. پدرم با کیفیت تام راضی می شوند و با همین اپرا ایجاد می گردد. اینها را باید ما به جامعه جهانی رسانیم. و هرچند که خواسته های دوران جوانی یک طرف گذاشته شد و مثل که به پورگی خود را بخشیدید به جهان موسیقی، به زحمت های به میراث مانده پدر، و اما ان همین موسیقی و ان همین آثارخانه موجب جهان گشتن شما گردید و هر فرصتی که یافتید شما از آرزوها گفتید، از آرزوها پیشنهاد کردید. وقتی که زندگی ساختید خانواده خود را چگونه سامان دادید؟ جوانی من، زمان آیله‌داری من همش با موسیقی پیوسته. شوهر من دختر بودن و دختری که نو زندگی را شروع کردن، نه خانه داشتیم نه جای و در همین خانواده جاگیر گشتیم. ما به تئاتر می رفتیم. مادرم تلفن می کردن به دوگانه هاشون. دوگانه امروز پریمیر رومیو و جولیت بود است، نمی رویم. ما البته این چیزها ما این چیزها رو میشنیدیم و البته از پشت مادرها شده میرفتیم به تئاتر لاهوتی، تئاتر اپرا. وقتی که زمان اپرای کامده و مدن شد، من باور نمیکنید دخترچه میدهک در همون مجلس اشتراک داشتم و در اولین گذاشته شدن همین اپرا البته من و شوهرم رفتیم. هنوز من فقط انتظار دختر اولم و نرگس خان بودم. رفتیم به اون پریمیر. وقتی که صدای مدن با ارکستر سیمفونی که خودش عشاق سمرقند بود صدا داده و این را شنیدیم، ما با کیفیت تام گفتیم اینه بینید عشاق سمرقند، یعنی عشق، یعنی با عشق خراسان با هندوستان پیوست. شاعر سمرقندی عاشق رقاصه هندی شد و به همین داستان بیدل از نو زنده شد. و البته فرزندانی که به دنیا می آمدن با همین سرودها، من مثل مادرم همیشه سرودها رو زمزمه کرده می گشتم و دخترانی من البته پسی من سرودخوانی میکردن و مثل مکتب استاد شاگرد. بله و البته استادم و پدرم بودن. دختری کلانی هم نه به طرف موسیقی بلکه به طرف زباندانی رفت، به طرف تاریخی صنعت رفت، ولی دختر دویمم ایزی پای باباش را گرفت و امروز کمپوزیتری شناخته در کانادا زندگی میکنه. زندگیش را ساخت با یاری برگزیده، خیلی هوشمندانه و عاشقانه.
سوز و ساز باد، شیب و فراز باد در روند زندگی و اما همیشه عشق راهنما بود و امید بخشنده به آلگی فردای روزگار. آزادگی و آزاده آهنگی فضای زندگیشان با برکت عشق بود استوار و هست تا هنوز که زی عشق. مرحله های نو معلمه انسان های نو می آفرند و چون زمانه دیگر می شود، روند زندگی دیگر می شود، طلبات دیگر می شود. از پیندار شما موسیقی زیادلو شهیدی و چون زیادلو شهیدی زحمتکش های دوران پیش هنوز هم می تواند هم قدم زمان ها باشد، هنوز هم می تواند برخورد ذهن ها باشد و اگر ها چرا و اگر نه باز هم چرا. باز هم چرا. البته میراث پدرم، موسیقی پدرم این یک درس بزرگ نه فقط در عائله، نه فقط برای جامعه ملی خودمان، بلکه به جهانیان، چون جهانیان تصوراتی ندارند که ما در زمان شوروی چه خیلی زندگی به سر می بردیم. زیاییانی که علیه قدرت مبارزه می بردن ولی مبارزه با ایجادیات خویش، با همکاری در ساحه علمی و با همکاری در ساحه تئاتر، در ساحه کینو، در این چیز، از این چیزها متاسفانه امروز جهان تصوراتی ندارد و وظیفه ما و وظیفه نسل جوان این است که به آنها رساند که زیاییان ما همیشه کوشش میکردن همون ارزش‌های تاریخی را با چشم زمانوی دیده به جوانها تقدیم کنند. از این لحاظ ستاره من، خانه ما، قشلاق شما، یا اینکه این سرودهایی که بسیار هم تشکل میداد جامعه را، امروز هم ضرور، امروز هم جا دارند. من بسیار از مادرهای خوشبختم که هر دو دخترم به همین راه رفتن. یکی امروز در سمرقند در دانشگاه بین المللی سمرقند درس میگوید به زبان انگلیسی و دیگری کمپوزیتور شناخته در کانادا می باشد که لحن‌های موسیقی بابای خود را با چشم امروز دیده با زمان امروز موافق کننده. به شکل مدرن exactly contemporary دیده پیشنهاد میکند و اونها قبول میشوند. دختر چگونه مادر نمونه گفتند و امروز منیره شهیدی افتخار می‌نماید از گل دختران نازنین هوشمند و ترغیبگر شعر و موسیقی و ادب ملت خویش. نازدانه های مادر یکم دور از مادر روزگار به سر میبرند و اما مجرای زندگی ایشان قریب که شبیهند به هم. همگی زباندان، همگی صنعت شناس، فرهنگ پرور و همگی تا اندازه ترغیبگری میراث این ملت تاج به سر که خوشا به حالشان. فکر میکنم که ما جوانای امروز را در همین روحیه باید تربیت کنیم، یعنی گرفتی از چارچوبه زمان آزاد کن آنها را و پهنای جهانی برار. بله. و از این لحاظ زندگی نسل گذشته ما عبرت آمیز است. بله. اونها خیلی کار کردن تا که همین روحیه ملی زنده ماند و امروز ما با کیفیت تام میگوییم که خیام فیلم شد، ابن سینا فیلم گشت. بله. احمد دانش یکی از قهرمانای اساسی تئاتر لاهوتی شد. میدونید این چیزها برای جامعه جهانی حاضر مثل یک دارو، مثل یک چیزی که اونها را با جامعه ما میپیوندد.
مثل که یک روزنه آشنایی می شود برای شناخت ما. البته. بله. البته. چون یک فکر نادرستی هست در جهان، اونها فکر میکنن که اونها کشف کرده ایستادین میراث کلاسیکی ما را، ولی کشفیات اونها اگرچه بسیار ضرور ولی کم است. مثلا ابراز خیام را گیریم که شاعری بسیار شناخته انگلیسی ادوارد فیتزجرالد داستان ساختگی. داستانش کمبودیش همین که اگرچه البته نام عمر خیام را آشنا می سازد، خودی ابراز عمر خیام بسیار ساده. سحری بیدار شد، با فکری مثلا میخانه گشت، رفت به میخانه آشنا شد، یعنی که بسیار ساده. بله. اگر اونها با ما همکاری کنند امروز، خیام را با چشم ما بشناسند و بینگرند، البته بفهمند، بدانند، اون وقت خیام جهانی از نو زنده میگردد. بله. و پشت خیام چهره ملت ما. چهره ملت بله. ما. بله. یا اینکه گوییم عبدالقادر بیدل. عبدالقادر بیدل که وصف عشق را همچون رابطه های بین المللی آشنا کرد به جمعیت، اون باید فهمانده شود. چطور بیدل خواست که عشق شاعر ماوراءالنهر را و عشق کنده هندوستان را روشن سازد، گوید که فقط عشق میتواند مردم را به هم بپیوندد. این چیز ضرور است، لازم است. و وقتی که من در دانشگاه‌های جهانی این گونه چیزها را میفهمانم و میبینم که جوانها خوشبخت شده ایستادند و همزمان خودش تبسم میکنن، میگوین که واو we didn't know about that. ما نمیدونستیم. بله. و این گونه فعالیت ضرور است امروز برای جوانها. معرفی این چهره ها ضرور است. نسل ما اون کار را کرد که حفظ کرد اونها را، و امروز جوانها باید معرفی آنها را در جهان امروز به میان آورند. بله. هر قدر که قدرت بود و توانایی تا اونجایی که در پنجه قدرت بود توانستید فعالیت کردید، وطنداری کردید، وطنسازی کردید با حفظ کردنی، اگر موسیقی پدر هم باشد پشت زحمت پدر با حفظ کردنی موسیقی کسبی ملت. البته. بله. البته من ببینید. بله. در اینجا چهره های همه کمپوزیتوران نسل اون روزه گرفته شدند. اسباب هایی که اون دست های اون بزرگان را دیدن حفظ کرده شدند و البته بایگانی بسیار عجیبی دارد. البته از کرده افتخار می‌نماید، زیرا تهیه زیاده از 80 مقاله، مونوگرافیا و اثرهای علمی آسان دست نمی‌دهد. یک کوه وطنداری در کتف و یک آسمان محبت وطنسازی در صفای باطن میباید عالم را چون منیر شهیدی که با کوشش و طلب و پرخاش به هر کاری که همت بست، اگر خاری بود گلدسته بیمون. از دیروز تا به امروز چی کاری بود که باید میکرده و اما متاسفانه با جرم جوانی شاید نکرده و امروز دیگر نمیتوانید انجام دادن، و اما چی کاری بود که کردید و امروز میاندیشید که باید نمیکرده؟ باید نمیکردم، شاید سیر نمیکردم، سیر و سیاحت نمیکردم، شاید اینقدر هم به دل و جان نمیگفتم که ما میراثی بزرگ داریم، به جهانیان نمیفهماندم و بیشتر داخلی جامعه کار میکردم، بیشتر با
مکتب موسیقی زیادالله شهیدی همکاری میکردم، بیشتر با کنسرواتوری همکاری میکردم، انستیتوت صنعت همکاری میکردم. و رسالت خود را ادامه میدادید؟ بله، من کار علمی را هیچ وقت فراموش نمیکردم. 200 تا مقاله چاپ کردم در مجله های مشترک جهانی، حتی در امریکا چاپ کردم. مقاله درباره میراث گرانبهای تاریخی تاجیک که باید در جهان شناخته شود. چند تا ژورنال فانوس برآوردیم، من محرر بودم، محرر مسئول بودم که در اونجا فهمیدیم هم به زبان مادری و هم به زبان انگلیسی اهمیت این میراث را و دسترسی دانشگاه‌های جهانی شد اون مجله. اگر تنها و در دنیای اندیشه ها با خود از چی صحبت میکنه؟ درباره نبیره ها فکر میکنم کدام مکتب رفتن. آیا زبان مادری، زبان مادر کلانی اکنون فراموش نمی شود؟ چون نبیره های من پریشان، پراکنده. 2 نبیره در کانادا، 1 نبیره و اکنون ابیره در گونگ کنگ. لیکن 1 نبیره عجایب من، ملیکه ذهنی، حمایه کرد، حمایه دکتری را در دانشگاه کمبریج ساخت و یعنی که این امید میتید که ملیکه حاضر اون نبیره ها را جمع میکند و راه راست را نشان میتید. با دانستن زبان مادری؟ با دانستن زبان مادری، شعر مادری، سرودی بابایی، وی حاضر این مکتب رو سرشته میکند. امید دارم. سوال آخران، منیره شهیدی راضی هستند از مقامی که دارند در زندگی و قانعند از فعالیتی که کردند؟ من از فعالیت خودم بسیار راضی هستم. چند کتاب چاپ کردم، بسیار مقاله ها چاپ کردم، در جهان فهمیده شدم و از جهانیان بسیار آموختم. در زمان استقلالیت ملی سیاست درهای ما را باز کرد و میگویم که ما میراث بزرگ داریم. اون میراث را باید با چشم امروز دید و در جهان امروز پهن کرد. سلامت باشید. حلالتون بود زندگی و زیست در آغوش این وطن آزاده. سلامت باشید. حلالتون بود سلامت باشید. از فضای آزاده وطن بهره برداشتن. سلامت از باشید. میوه های شیرین کام شیرین کردن سلامت و باشید. با او رسالتی که دارید برای آلگی فردایش اندیشه کردن و کوشش ها و طلب ها و پرخاش ها را پشت سر کرده و چیزی نوی پیشنهاد کردن. زنده بود وطنی صاحب استقلال ما. بله، زنده بود وطن. وطن داریم، وطن داریم، چی غم داریم. شکرانه. بله. بیننده عزیز، اینک ما رفتیم و قصه کردیم. قصه هدف، کوشش، تلاش، قصه سرنوشت، برداشت ها، بازیافت ها، قصه حضور نازنین و پرمحتوای یک انسان، عالم معروف تاجیک، شرق شناس، صنعت شناس و ترجمان منیره شهیدی را در گلستان وجود که اینک پیشنهادی طبع لطیفتان کردید. دیگر قضاوت شما راست بیننده ما. فقط همین که زی زحمت و زی صداقت به زحمت یک انسان بهر آلگی فردای وطن و ما این زحمت را دریافتیم از حضور منیره شهیدی. شما چی؟